سلام دکتر بهناز عزیز. سلام میلا جان، امیدوارم که حالت خوب باشه. بله مرسی، امیدوارم شما هم خوب باشین و حال همه شنوندگانم خوب باشه و بریم یه اپیزود جدید رو شروع کنیم در مورد موضوع جالب و بحث برانگیز تنهایی. خب دکتر بهناز عزیز، آخرش ما باید چی کار کنیم؟ تنهایی خوبه؟ بده؟ خیلی از روانشناسان نظرات متفاوتی دارن و این همیشه سواله که آدم آیا تو تنهایی میتونه بهتر پیشرفت کنه یا اینکه نه به عنوان توی گروه و تو اجتماع میتونه بهتر پیشرفت کنه، چون در هر صورت انسان یه موجود اجتماعیه و این قضیه یه خورده چالش برانگیزه و اینکه ما باید ببینیم که کدوم بهتره. حالا یعنی در واقع اینکه انسان انتخاب بکنه که تنها زندگی کنه و از پس خودش به تنهایی بر بیاد به قول معروف، یا سعی کنه در جامعه و روابط بیشتری قرار بگیره به خاطر اینکه اونجوری بیشتر فرصت داره برای شکوفا شدن و برای حتی شناختن خودش. میلاد، این بحث خیلی جالبیه، برای اینکه در یک مقطعی خیلی از روانشناسا، مخصوصا در روانشناسی مدرن، خیلی توصیه کردن که شما باید با این ترس از تنهایی که جزو ترس‌های بنیادی انسان هستش و برای فرار کردن از اون ترس از تنهایی در واقع خیلی رفتارهای ناآگاهانه، خیلی انتخابهای اشتباه رو انجام میدن، در خیلی از روابط غلط قرار میگیرن. روانشناسی مدرن هی توصیه کرد که روی خودت تمرکز کن و خیلی سعی کن که به قول معروف خودتو گره نزنی به دیگران برای اینکه بتونی زندگی خوبی داشته باشی. تو میتونی تنها باشی و زندگی خیلی خوب و خوشحالی هم به خودت داشته باشی اگر خودت رو بشناسی، ظرفیتاتو بشناسی. ولی واقعیتش به نظر من یک تعادلی این وسط باید باشه. همونطور که خیلی قشنگ گفتی، انسان موجودی اجتماعیه و خیلی وقتا ما در روابطمونه که حتی به خودشناسی میرسیم. یعنی من باید با میلاد معاشرت بکنم، مثال میلاد چیزی رو در من در واقع ببینه، خصوصیت اخلاقی رو در من ببینه، اونو به من بگه و من تازه میفهمم چه جالب، یه نگاه دیگری داره یه قسمتی از من رو پررنگ میکنه که خودم خیلی در خودشناسی باهاش روبرو نشدم. بنابراین این دعوای و بحث همیشه وجود داشته و نظریه پردازهای زیادی هم مثل آقای اریک فروم، مثل مزلو، مثل سالیوان اومدن نوشتن و این احساس تعلق، احساس پذیرفته شدن در جامعه، روابط اجتماعی رو به عنوان یک نیاز بنیادین برای انسان معنا کردن. ولی واقعا حدش و تعادلش چیه؟ میخوام ببینم تو چی فکر میکنی میلاد؟ برای من یه سوالی حالا اینجا پیش میاد. تعادلش که واقعا مهمه، آدم در یه حدی باید خودشو بشناسه و حالا اگه توی اجتماع و بین اون شبکه اجتماعی که وجود داره بین دوستان و خانواده اگر مهر تایید بخوره بر اون چیزایی که از خودش شناخته، اون قابلیت ها و احساس ها، یه پوان مثبتیه و همونجوری گفتین یه تاییدیه هم خورده رو این قضیه و آدم شاید احساس بهتری داشته باشه. ولی در صورتی که مثبت باشه، البته خیلی جاها میتونه منفی هم باشه. دقیقاً. ولی خب یه بحث دیگه هم وجود داره، این که خب بگیم اوکی ما این بحث اجتماعی بودن و با بقیه بودن توی دی ان ای ما شاید وجود داشته باشه، از قبل بوده. انسان‌هایی که غارنشین بودن به خاطر اینکه بتونن که زنده بمونن و غذا بخورن یا از خطر نجات پیدا کنن باید گروهی میرفتن شکار میکردن، گروهی زندگی میکردن. ولی الان توی دنیای مدرن شاید دیگه خیلی به این قضیه نیازی نباشه که شما بیاین این کار رو انجام بدین، ولی تو دی ان ای ما هست، واسه همین شاید ما انسان اجتماعی هستیم. و مسئله اینه که شاید تو تنها آدم بهتر بتونه به کاراش برسه، خودشو بهتر بشناسه، پیشرفت بهتری داشته باشه. واسه همین باز اینجا یه بحث تعادل یه خورده سوال برانگیز میشه که آیا واقعا نیاز هست تو دنیای مدرن بازم یک
اجتماعی وجود داشته باشه یا نه؟ یعنی در واقع اون شبکه‌های اجتماعی که برای انسان‌های نخستین وجود داشته، یا به قول تو توی دی ان ایمون هست، چون به هر حال اون جمع و اون قبیله زندگی کردن یه نوع نگهداری و بقا برای انسان‌های نخستین تعریف می‌شده و انسان امروز نیاز نداره. من اینجوری نگاش نمی‌کنم و فکر می‌کنم که این بحث تنهایی و هی پررنگ کردنش تو این سالهای اخیر آدم ها رو به یک انزوایی رسونده. برای همین ترجیح میدم ادامه بحث من و تو از این باشه که به این ترتیب جلو بره که اصلا تنهایی چیه. ما خیلی وقتا تو جمعیم، خیلی هم دوست داریم، خانواده با جمعیتی هم داریم، ولی باز هم ممکنه که احساس تنهایی بکنیم و خیلی وقتا اون احساس تنهایی برای ما آزاردهنده است. برای ما حتی برای من به عنوان یه روانشناس میبینم بعضی وقتا چالش ذهنیه برای آدم ها که من فهمیده نمیشم، درک نمیشم. هیچ زمانی هیچ کسی حاضر نیستش که مثلا برای من زمانی بذاره و این تنهایی داره منو عذاب میده. یا کسایی که حالا مثلا سن تا سنای بالا ازدواج نمیکنن، خیلیشون عنوان میکنن که خب من در مثلا سالمندی باید تنها زندگی بکنم، کسی نباید باشه که هم صحبتم باشه. پس چون انسان نیاز داره که ذهنش و فکرش رو با شریکی، با آدم‌ها در واقع به اشتراک بذاره و فهمیده بشه و همون یه حس خوب بهش میده، ما اینجا نمیتونیم تنهایی رو به عنوان یک در واقع انتخابش رو به عنوان یه ابزاری برای شکوفا شدن خودمون خیلی خیلی پررنگ کنیم. میریم تو بخش بعدی برای بحثمون که چجوری میشه از این تنهایی استفاده کرد، ولی حس تنهایی همیشه ناخوشاینده، همیشه ناکارآمده. خیلی وقتا حتی میتونه افراد مبتلا به یک سری از اختلالات روحی روانی بکنه، باعث افسردگی بشه. بنابراین چه این ریشه در دی ان ای ما داشته باشه، چه اینکه به هر حال ما در اجتماع متولد شدیم، در اجتماع ما دانشگاه رفتیم، کار کردیم، همیشه سعی کردیم که با دیگران یه همکاری داشته باشیم و قطعا یه قسمت بسیار پررنگی میتونه در شخصیت و وجود ما باشه. اما اگر تنهایی انتخاب باشه، تو حالا بهش فکر کردی مثلا تنهایی حتی میتونه یه انتخاب باشه؟ این جمله چه چیزی رو تو ذهنت تداعی میکنه میلاد؟ آره، به نظر من تو دنیای امروزی خیلی از مواقع این اتفاق میفته. خیلی از انسان‌ها انتخاب میکنن که تنها باشن. مثلا بعضیا میرن یه جای پرت که اصلا از اجتماع و جامعه دور باشن. خیلی هم که الان به خاطر شرایط زندگی میتونن این کارو بکنن، میتونن آنلاین کار بکنن، میتونن اصلا نرن دفتر، نرن با بقیه ارتباط خاصی نداشته باشن، آنلاین درس بخونن. برای همین بعضیا این انتخاب خیلی راحت تر شده توی چند سال گذشته و این امکان داره از شخصیتشون برگرفته بشه، به خاطر اینکه خب بعضی درونگرا هستن، دوست دارن خیلی با بقیه ارتباطی برقرار کنن و تنهایی خودشون رو ترجیح میدن و این بحثش فکر می‌کنم یه خورده جدا باشه. ولی بعضیا هستن که خیلی آدمای اکستروورتی ان، دوست دارن با بقیه در ارتباط باشن، ولی اونا هم بازم شاید بعضی وقتا تنهایی خودشون رو انتخاب بکنن واسه پیشرفت خودشون. و اینجا نکته مهمیه که فکر می‌کنم اشاره کردین که آدم تعادل رو باید یه جوری برقرار کنه و بهش برسه. خیلی وقتا ما مخصوصا در واقع دنیای مدرن امروز که تقریبا میتونم بگم ما هر روز بمباران اطلاعاتی میشیم توسط سوشال مدیا و کلی اینفورمیشن های اطلاعات جدیدی در ذهن ما ورود پیدا میکنه و همین بدون اینکه شاید مستقیم متوجهش باشیم باعث خستگی ذهنی میشه. و اگر دقت کرده باشی الان فضای مدیتیشن و نمیدونم ریکی و در دل طبیعت رفتن و گوش دادن به صدای طبیعت حتی به عنوان یه درمان از سوی ما روانشناسا توصیه میشه. یعنی ما خودمون یه جایی توصیه میکنیم که برو یه جایی که هیچکی نباشه، صدای آب و گوش کن، آسمون آبی رو ببین، رو خودت تمرکز کن، به خاطر اینکه تو دنیایی که پر از هیاهوه ذهن آدمی یه جایی هم نیاز پیدا میکنه که خودش باشه و هیچ صدایی
صدای دیگری غیر از طبیعت و ذهن خودش وجود نداشته باشه و این هم میتونه یه بخشی از در واقع رشد وجودی و شخصیتیش باشه. اما برای اینکه خیلی ملموس‌تر بشه که خب بالاخره ما الان داریم یه دونه به نر میزنیم یه دونه به میخ، یه بار میگیم که بله انسان اجتماعی احتیاج داره، اصلا شناخت خودش توی جمع میتونه باعث تکاملش بشه. یه جا هم میگیم که خب بله از این دنیای پر هیاهو و این همه تکاپوهای روزانه احتیاج داره به این که آقا یه موقعی اصلا کسی هم نباشه، معاشرتی هم نداشته باشه و حتی از این جامعه فاصله بگیره از آدم ها، از معاشرتشون. من در زندگی خصوصی خودم اینو تجربه کردم، جایی بوده که تنهایی رو انتخاب کردم، یعنی خواستم که اتفاقا معاشرتی نداشته باشم چون احساس میکردم مسائل بسیار مهم دیگه در ذهنم هستش که شاید اون معاشرت ها و اون نزدیکی ها الان سرعت منو پایین بیاره. تا جایی که انسان دست به انتخاب میزنه، حس نیست، انتخابه، من انتخاب میکنم توی مقطعی در واقع جامعه گریز باشم، انتخاب میکنم یه جایی برم که هیچ کسی نباشه، موبایلمو خاموش کنم، با کسی حرف نزنم. تا جایی که انتخابه هیچ مشکلی نیست و ما میتونیم حتی برای وارسته شدن روحمون این کار رو انجام بدیم و هیچ مشکلی نداره. ولی جایی که اون حسه، یعنی حس تنهایی برای خودم هم تفسیرش غمه، قصه میخورم برای اینکه کسی نیست که من باهاش معاشرت کنم، قصه میخورم برای اینکه من همکارای خوبی ندارم که بتونم برم یه ناهار بشینم بعد از ساعت کاریم بخورم و این قصه و ناراحتی به من میده، اونجا جاییه که فرد داره از این تنهایی آسیب میبینه. پس ما یک انتخاب داریم، یه اجبار داریم. جایی که اجباره جاییه که میتونه به من با توجه به اینکه من یک موجود اجتماعی هستم آسیب برسونه. جایی که انتخابه، بله من میتونم توی مقطعی از زندگیم انتخاب داشته باشم که دلم میخواد الان تنها باشم. مشروط بر این که تو پرانتز اینو بگم خیلی از بیماری ها مثلا افرادی که اسکیزوفرنی دارن، افرادی که خودشیفته هستن، افرادی که افسردگی های بسیار شدیدی دارن و در واقع اون تنهایی و انزوا براشون اتفاق میافته، ما اینجا این کاتگوری بیماران روحی روانی هم داریم. اما توی این پادکستی که در واقع ما داریم الان ضبط میکنیم توی این بخش، میخوام بگم که ما اصلا منظورمون افراد بیمار نیستن، ما داریم در مورد افراد معمولی که از هیچ اختلال روانی رنج میبرن داریم صحبت میکنیم. اگر بخوایم خیلی آسان ترش بکنیم، ما یه تنهایی بین فردی داریم، یه تنهایی درون فردی داریم و همونجور که انسان رو اجتماعی میبینیم همونجوری انسان اگر دورش پر از آدم‌های اتفاقا مثبت کارآمدم باشه بازم تنهاست. یعنی ما تولد و مرگمون با تنهاییه، یعنی باز هم ما نسبت به جهان هستی تنها و تک هستیم. اینا مسائلیه که باید بهش فکر بشه و درک بشه. به نظر شما تنهایی مثلا درون فردی چجوری میتونه باشه میلاد؟ اصلا اینو شنیده بودی تنهایی در واقع درون فردی رو؟ نه، این اولین بار این واژه رو میشنوم. درون فردی یعنی احساساتی که خودم به خودم دارم مانع میشه که بتونم ارتباطات اجتماعی خوبی داشته باشم. مثلا من آدمی هم که اعتماد به نفس کمی دارم، یا آدمی هستم که فکر میکنم چیزی برای گفتن و ارائه ندارم. به خاطر اینکه احساس کم بودن میکنم میام خودم رو از جامعه دور میکنم، چون احساس میکنم با قرار گرفتن تو جامعه اون قسمت نداشته خودم رو خیلی پررنگ میکنم. پس چیزی اونجا برای ارائه نداریم. دقیقاً همینه، دقیقاً چیزی برای ارائه وجود نداره و این درون فردیه. برای ما روانشناسا این بخش خیلی مهمه. ما میگیم که نه، تو باید اگر احساس کمی میکنی، احساس میکنی عزت به نفست کمه، حرمت به نفس نداری و خیلی چیزای دیگه، تو باید اینا رو تلاش بکنی و روش کار بکنی که بتونی در جامعه حضور و وجود داشته باشی.
بین فردی در روابطمون با دیگران شکل میگیره. خیلی وقتا نمیدونم تو تجربهشو داری خودت یا نه، یه دوستیایی که توش هست یا یه ارتباطاتی توش هستیم که بعد از این مدت میذاریمش کنار یا قطعش میکنیم یا فکر میکنیم بر ما کارآمد نبوده. تو داشتی یه همچین تجربه یا که ترجیح دادی مثلا این دوستتو حذف بکنی و اصلا تعطیلات آخر هفته رو تنها باشی، با کسی هم معاشرت نکنی و اینجوری احساس آسودگی بیشتری رو داری؟ آره دقیقاً. بعضی وقتا خب بعضی از آدما، حالا دوستان میتونن باشن، کسای دیگه میتونن باشن، یه افکتی، یه اثری روی آدم دارن که باعث میشه حالا شاید حس بدی به آدم دست بده، یا اینکه اون کمبودهایی که تو خودتون وجود داره رو بیشتر نمایش بده این قضیه، اون ارتباط، و باعث شه که دیگه حس بدتری داشته باشین به خودتون. و آره همچین چیزی بوده و بعضی وقتا سعی کردم رابطه رو کم کنم یا به قول شما مثلا یهو بیام قطع کنم، به خاطر اینکه اون اثر منفی که رو من داشت خیلی بیشتر از اون چیزی بود که داشتم از اون رابطه به دست می‌آوردم. دریافت میکردی. کاملا همینه. پس تو درون فردی حسم به خودم باعث میشه که یه انزوایی رو در واقع انتخاب بکنم که ما اینجا حتما باید روش کار بکنیم. و تو بین فردی ممکنه احساس جدا افتادگی از جمع داشته باشم، وقتی درک نمیشم، وقتی در واقع از اون معاشرت لذت نمیبرم یا احساس میکنم که برای من هیچ پوینت مثبتی رو نداره ادامه این رابطه. بله. بنابراین درک این که ما هم موجودات اجتماعی هستیم، هم در واقع انسان نهایتش موجودی تنهاست، به خاطر اینکه هیچ کس تو این دنیا، شما حتی مادرت، پدرت، نزدیکترین دامنه معاشرتیت هم یه جاهایی حرفتو درک نمیکنن، ذهن تو رو نمیتونن در واقع بخونن و نمیتونن اون آسودگی خیال رو به تو بدن که قسمتی از تو هستن. پس تو یک تجربه تنهایی و فردی رو ممکنه با نزدیکترین آدم‌های زندگیت هم تجربه بکنی. بله دقیقا. بعد اینجا احساس میکنم دوباره واسه خورده اون حس تنهایی و فرق بین حس تنهایی و خود تنهایی میاد وسط یه جورایی که البته خب اینا در هم دیگه تنیدن، فکر نمیکنم خیلی بشه جداش کرد، ولی بعضی وقتا خب این حس تنهایی حس خوبی نیستش، میتونه افکت منفی داشته باشه. یعنی شما توی جمعی باشین ولی بازم این حس رو داشته باشین، ولی اون تنهایی فیزیکی که من میگم من خودم از رابطه، از افراد دور و برم جدا میکنم، یه آخر هفته رو خودم فقط با خودم هستم، این فکر میکنم چیز مثبتی میتونه باشه و خیلی هم خب عقیدهشون همین بوده. یونگ مثلا میگفته که شما با تنهایی خودتون وقتی تنها باشین به شناخت خود میرسین و میتونین قابلیت‌های خودتون رو بهتر متوجه بشین چیه و باعث شکوفاییشون بشین. خب حالا این بحث که تنهایی درون فردی و بین فردی وجود داره، این فکر میکنم بیشتر به اون حس تنهایی برمیگرده، مخصوصا حالا اون درون فردی. حالا اینجا ما دیدیم که خب حس تنهایی حس بدیه، چیز خوبی نیست و افکت منفی داره. از اون طرف تنهایی فیزیکی میتونه چیزهای خیلی خوبی واسه آدم داشته باشه، پیشرفت کنه آدم و خودشو بشناسه، که یه امر مهمیه که بتونین اصلا عزت نفستون رو بالاتر ببرین. شما وقتی خودتون رو میشناسین میتونین روی کمبودهاتون تمرکز کنین و خودتون رو بهتر بکنین. اینجا سوالی که واسه هم پیش میاد، چه موقعی آدم نیاز به کمک داره که اون حس تنهایی از بین بره و اگرم تنهایی وجود داره تنهایی فیزیکی باشه، انتخابی باشه که آدم بتونه روی خودش کار بکنه. دقیقا همینه. تنهایی انتخابی، انتخاب میکنم که از جامعه برای مدتی دور باشم، انتخاب میکنم معاشرتامو، انتخاب میکنم با چه افرادی نزدیک بشم و اون شبکه اجتماعی که باید داشته باشه هر فرد و دست به انتخاب میزنم. ممکنه اگر یه روزی مثلا با 20 نفر معاشرت داشتم و دوستم بودن، امروز تصمیم میگیرم یه دوست صمیمی داشته باشم. از شمایی که داری من از دور میبینی و ممکنه قضاوت کنی، فکر میکنی که من ممکنه در یک انزوایی فرو رفته باشم، ولی من دست به انتخابی زدم. من ترجیح میدم مثلا اون زمانم رو کتاب بخونم، ورزش کنم، رو خودم تمرکز کنم، مدیتیشن بکنم، تا جایی که خودم رو آزار نده.
و تا جایی که باعث نشه که من در اجتماع نتونم، یعنی مهارت‌های اجتماعی ما از دست ندم، هیچ اشکال و مشکلی توش نیست. و ما اتفاقا توصیه میکنیم به افراد که حتما برای خودشون یک تایم روزانه‌ای که تنها باشن رو داشته باشن، مدیتیشن کنن، پیاده روی کنن. من خیلی وقتا تو زوج درمانی ها میگم با هم پیاده روی نکردین اشکال نداره، جدا جدا برین، یه موسیقی خیلی خوب بذارین تو گوشتون، نمیخواد با دیگری حرف بزنی، راه برو و فکر کن. بنابراین وقتی انتخاب و تعادلش دست خودمه، ما هیچ مشکلی نداریم با این تنهاییه. ولی یه ذره ریشه تر که میخوای نگاش کنی، چون ما یکی از ترس های بسیار بسیار مرضی که توی انسان وجود داره ترس از تنهاییه. یکی ترس از تنهاییه، ترس از مرگ، ترس از بی‌معناییه و ترس از آزادیه که من حتما دوست دارم که یه بارم در مورد ترس از آزادی صحبت بکنیم، مخصوصا با اتفاقاتی که الان در کشورمون در حال رخ دادنه. این ترس از آزادی خیلی بحث جالبیه. اما برگردم به صحبتمون، ترس از تنهایی. ما خیلی وقتا به خاطر اینکه میترسیم با خودمون روبرو بشیم و مواجه بشیم، هی دنبال اینیم که دوستان بیان برن، انتخاب هایی که اصلا برنامه بذار، بیا به دوستت هم بگو بیاد، اینم بیاد. یعنی برای اینکه من تنها نباشم حاضرم که هر کاری انجام بدم. خیلی ساده، خیلی صمیمی بگم برای شنوندگان، حاضرم هر باجی بدم. اگه مثلا یه خانوم یا آقایی هم که توی رابطه عاطفی نیستم، حاضرم برای ترسم از تنهایی خودم وارد یه رابطه غلط سمی بشم، فقط یه نفر باشه. حالا دیگه مهم نیست اون یه نفر چه آسیبی داره به من میزنه. اونجا دیگه میشه مرضی. اونجاست که ما فردو میکشیم بیرون و میگیم بیا رو خودت کار کن، بیا فکر کن، هیچ کس از تنهایی نمیمیره. تو میتونی مهارتاتو ببری بالا، تو میتونی یه قسمتهای دیگه ای از پازل زندگی تو پیدا بکنی که اون احساس رضایتمندی و خوشحالی رو به تو بده. بنابراین تمایزشو خود دوستان ما که الان دارن این بحث رو گوش میکنن حتما پیدا میکنن که کجاست. جایی که میترسم باج میدم، در هر رابطه ای وارد میشم، سعی میکنم گروه های زیادی در واقع اطراف من باشن، هیچ مرزبندی برای معاشرت هم، برای انتخاب دوست و هیچ کسی ندارم، یا اینکه مرزبندی هایی دارم و با انتخاب، با شناخت از فضای ذهنی خودم آدم ها رو انتخاب میکنم برای اینکه کنار من باشن. حالا این حتی میتونه یه پروسه‌ای باشه که مثلا فرض کنم من 1 ماه در تنهایی و انزوا به سر ببرم. چه اتفاقی میافته؟ هیچ اتفاقی نمیافته. تو میتونی به اون خودشناسیه برسی و در واقع روی خودت کار بکنی. اما یه چیز خیلی جالب که میلاد برای خودم خیلی جالب بود، من دارم تبدیلش میکنم به جمله، جای خاصی نخوندمش، شاید از تمام این نظریه هایی که در واقع مطرح شده در ذهن من شکل گرفته و نقش بسته. جایی که ما برای تنهاییمون، پر کردن تنهاییمون، احساس نیاز میکنیم. یعنی به خاطر نیازمونه که وارد یک ارتباط میشیم. اونجا ما احتیاج داریم که با تنهایی خودمون روبرو بشیم، دوره‌هایی رو برداریم، به خودشناسی برسیم، در روز برای خودمون یه تایمی داشته باشیم که خودمون با خودمون باشیم. ولی جایی که اون مرحله رو ازش عبور کردیم و با اشتیاق وارد روابطمون میشیم، نه با نیازهامون، با اشتیاق. یعنی من میتونم که مثلا اگر میلاد دوستمه، یه گفتگوی 1 ساعت 2 ساعته لذت بخش میتونم باهاش داشته باشم، مثلا در مورد یک موضوعی، و این بسیار برای من خوشایند و کارآمده. من برای نیازم نیستش که میخوام با شما صحبت کنم، من برای داشتن اون احساس خوبه که میخوام شما جزو دوستان من باشی. پس جایی که احساس میکنین نیازتون داره حالتون میده، اونجا بعد یه ذره رو خودتون تمرکز بکنید و در واقع بتونید و بلد باشید که با تنهاییتون به عنوان یه مهارتی که کسب کردین چجوری کنار بیان. جایی که
جانم. میخوام بگم کار سختی هم هست ولی خیلی شدنیه. کار خیلی شدنیه، چون که من از روی تجربم بگم یه کسی رو من میشناسم که احساس میکنم من تو این چند سالی که میشناسمش خیلی از تنهایی میترسید و واقعا همینجوری که گفتین حاضر بود هر کاری بکنه که یه برنامه‌ای باشه که تو تنهایی نباشه. از این قضیه خیلی میترسید و تا حالا هم تنها نبود. از زمانی که بزرگ داشت میشد، دانشگاه رفته بود و هر بعدش ازدواج و چیزای دیگه هیچ وقت تنها نبود، ولی اومد این انتخابو کرد که یه بخشی از زندگیشو با تنهایی به سر ببره که خودش رو بشناسه و این کار سختیه ولی شدنیه. خیلی هستن میگم کسی که انقدر از تنهایی خودش میترسید اومد حاضر شد همچین کاری رو بکنه، نیازی رو تو خودش دید، پس مطمئنا شدنی هست و خیلی‌ها میتونن این کارو بکنن. و حالا به قول شما میتونه با چیزای کوچولو کوچولو مثل مدیتیشن، زمانهای کوتاه 5 دقیقه 10 دقیقه شاید بیشتر، چند ساعت در روز تنها بودن، خیلی به خودشون پی ببرن و ببینن که کی هستن و این قضیه خیلی واقعا مهمه. دقیقا همینه. ما 3 جور به زندگیمون میتونیم معنا بدیم. حالا اینا به صورت کد ما میگیم توی این پادکست، بعدن دوستان که علاقه دارن میتونن برن راجبش بیشتر بخونن. ما 3 جور معنادهی داریم، چون انسان باید بالاخره یه معنایی برای زیستن و زندگی در ذهنش باشه که بتونه با انگیزه زندگیشو ادامه بده. یکی از معناهایی که میتونیم به زندگیمون بدیم خدمت کردن به دیگرانه. گوش کن، خدمت کردن به دیگران یعنی من در جمع، من نسبت به آدمهای دیگه، من و اون اشتیاقه، من و دادن اون عشق به دیگران، توجه به دیگران که قسمتی از ظرف وجودی خودم هم پر میکنه. متوجهین؟ دومیش خودشکوفاییه، یعنی من بتونم نقاط مثبت شخصیت خودم رو پیدا کنم، توانمندیامو پیدا کنم و از همش حداکثر استفاده رو بکنم که خیلی وقتا ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. ما از همش حداقل استفاده رو خیلی وقتا میکنیم. توی خودشکوفایی خیلی وقتا ما میتونیم هم در جامعه این اتفاق برامون بیفته و دیگران هم به ما کمک کنن که ما اون پله ها رو بالا بریم، پس انزوایی توش میتونه وجود نداشته باشه، یا اینکه با تمرکز در اون تنهایی روی خودم و شخصیتم و پیدا کردن اون در واقع نقاط قوت شخصیتم بتونم از اونها حداکثر استفاده رو بکنم، یعنی از اون تنهایی استفاده کنم برای خودشکوفایی. در کجا خودشکوفا میشیم؟ در جامعه دیگه. شما اگه نویسنده خوب باشی این کتاب رو مینویسی که مردم ببینن، بخونن. ما اگه الان داریم پادکست میکنیم برای اینکه دوستانمون گوش کنن، دیگران گوشش بکنن، شاید به کارشون بیاد. یعنی ما اون خودشکوفایی و نشون دادن توانمندی هامونم باز در قالبی که در جامعه ازش استفاده میشه. و سومیش آفرینش، خلق کردن، درست کردن، کشف کردن که اون هم باز از یه مرحله تنهایی میتونه شروع بشه به یه مرحله اجتماعی برسه. پس در تنهایی و در معاشرت با دیگران کلمه ترس، کلمه نیاز رو اگه حذف بکنیم، هر دوی اینها میتونن برای ما کارآمد باشن، هر دوشون میتونن برای ما لازم باشن توی زندگی. ولی اگر کلمه ترس، کلمه احساس، کلمه نیاز پشت تنهایی قرار بگیره، اونجاست که ما احتیاج به کمک داریم. احتیاج داریم که کمک بگیریم، بخونیم، عمیق بشیم روی خودمون و یاد بگیریم چگونه با این تنهایی خودمون روبرو بشیم. افرادی که این مهارت رو دارن و تنهایی براشون نیاز نیست، رفع تنهایی براشون نیاز نیست، ترس نیست، این افراد یاد میگیرن چجوری در جامعه هم میتونن خودشون به اون خود شکوفایی برسونن، یاد میگیرن چجوری میتونن با آدمای دیگه هم دیل بکنن، لذت ببرن از ارتباط اجتماعیشون. ولی اگر مرضی بشه یه چیزی غلطه. اما در نهایت من حالا نمیدونم تو موافقی یا نه، در نهایت فکر میکنم که همه آدما نیاز به ساعتی خلوت گزینی و تنهایی برای خودشون دارن. آره 100% من کاملا با این قضیه موافق هستم. من خودم هم همیشه نیاز دارم یه ساعتهایی تنها باشم که ذهنم خالی کنم، یه خورده اصلا به هیچ فکر نکنم، کار خاصی نکنم،
که یه خورده ذهنم آروم بشه، یه خورده از این مشغله‌های زندگی، از شلوغی‌های روز یه خورده خالی بشه، یه خورده ذهن تازه بشه، بتونم روی کارهای جدید و نیازهای روزمره کار کنم دوباره، یعنی تمرکز بتونم کنید. تمرکز کنم و بتونم اون قدرت رو دوباره داشته باشم. حالا مثل شبیه خوابیدنه، شما وقتی میخوابین که انرژی داشته باشین روزتون رو شروع کنین، و اینم تنهایی هم شما واسه مغزتون نیاز دارین که تنها باشین، هیچ کاری نکنین، اصلا میگم مدیتیت کنین، یه جوری این شلوغی‌های ذهنتون رو خالی کنین که دوباره بشه واسه فردا پر بشه، دوباره یه روز دیگه یه ساعت دیگه تنها باشین، دوباره خالی بکنین. فکر کنم یه سایکلیه که بعد همینجوری هی تکرار بشه و دائم تنها بودن خوب نیست، دائما با یه نفر بودن خوب نیست و این تعادل مهمه. حالا واسه یه نفر به نظر من میتونه 1 ساعت باشه تنهاییش، یه نفر میتونه 6 ساعت باشه و نیاز به حالا اون روزش و نیاز به خود شخص داره به نظرم. و شرایط خاصی که یه موقع آدم توی زندگیش داره تجربه میکنه توی مقطعی، دقیقا. حتی از لحاظ سنی ما توی مثلا سن نوجوانی شما میبینین که دوستان چقدر اهمیت پیدا میکنن و بچه ها هویت یابیشون رو معمولا با معاشرت با دوستانشون پرورش میدن، یعنی اون معاشرت قسمتی از رشد ما میشه. ولی ما میتونیم، حالا دوست دارم که هدیه‌ای هم به دوستانمون بدیم که پادکست های ما رو ساپورت میکنن و گوش میکنن، حمایت میکنن از ما به نوعی. افرادی که احساس تنهایی دارین و این احساس تنهایی به شما یک غم و اندوه فراوانی میده، یاد بگیرین که چجوری این تنهایی رو پرش بکنین، با چه فعالیت هایی باهاش مواجه بشین. ورزش کنین، کتاب بخونین، فیلم های خوب ببینین، پیاده روی بکنین، یعنی سعی کنید برنامه داشته باشید. حتی افرادی که در جمع هستن و احساس تنهایی رو دارن، یعنی به حال خانواده کنارشون هستن، دوستای خوبی رو کنارشون هستن، ولی در عین حال اون احساس تنهایی رو دارن، علاوه بر این که در جمع وقت میذارین، یک سری فعالیت‌هایی رو انتخاب بکنین که شخصی و فردیه. مثلا اگر من میرم باشگاه، تنها میرم، خودم میرم. درسته من میرم توی مکان اجتماعی که آدم‌های دیگه هم دارن فعالیت مشابه رو انجام میدن، ولی من فردی اونجا مشغول انجام یک کاری هستم و جدای از بقیه هماهنگی با بقیه ندارم، میرم کارم رو انجام میدم، میام بیرون. و حتما افرادی که در جمع هستین، دورتون هم شلوغه و احساس تنهایی میکنین، یک فعالیت انفرادی فردی رو به فعالیت‌های روزانه‌تون حتما اضافه بکنید. و روزی که انسان یاد بگیره که با تنهایی خودش بتونه کنار بیاد و بتونه براش برنامه‌ای داشته باشه، اون روز حتما میتونه از جمع دوستان و خانواده‌اش هم حد اکثر لذت رو ببره و اینا هیچ تناقضی با هم دیگه نداره. دقیقا. من اتفاقا یه سوالی داشتم که تقریبا جوابش رو تا حالا دادین. سوال این بود که الان با شرایطی که وجود داره خیلی از آدم‌ها دارن مهاجرت میکنن و وقتی مهاجرت که میکنن این حس تنهایی، اگه تنها باشن تنهایی برن، خب این حس تنهایی خیلی بیشتره، هم حس تنهایی بیشتره هم تنهایی فیزیکی بیشتره، چون وقتی شما سنتون یه خورده بالاتر باشه پیدا کردن شبکه اجتماعی، اون شبکه دوستان و دوستای جدید خیلی کار سخت تریه. هرچی سن پایین تر باشه خب یه جاهایی وجود داره که آدم راحت تر میتونه دوست پیدا بکنه. واسه کسایی که مهاجرت میکنن میخواستم بگم خب چی کار بکنن که این تنهاییشون رو بهتر پر بکنن، که تقریبا جواب دادین تا یه حدی، و اینکه چی جوری گیر اون انتخاب اشتباه نیفتن، از روی تنهایی نیان انتخاب اشتباه بکنن، مثلا وارد یه رابطه بشن که واسهشون هیچ سودی نداره و شاید حتی سمی باشه و چیزای دیگه، و اون حس تنهایی وجود نداشته باشه و بتونن حس بهتری داشته باشن نسبت خودشون. چقدر سوال بجا و قشنگی رو پرسیدی. مهاجرت، ما ایرانی ها متاسفانه خیلی وقتا مهاجرت کردن بهمون تحمیل میشه و مجبوریم از اون محیط و فضای امن خودمون
که حالا خانواده هستن، هم زبانانمون هستن، خارج بشیم از کشورمون و یه تنهایی رو تجربه میکنیم. و یکی از اتفاقا آسیب‌های مهاجرت وقتی از لحاظ روانشناسی بررسیش میکنی همین تنها شدن است، که حالا اصلا فیزیکی دیگه کسی وجود نداره و روحی روانی هم خب فاصله میگیرم، که البته با این مسئله تماس‌های تصویری و این ارتباطاتی که روزانه میشه برقرار کرد تا خیلی حدودی کمک میکنه. بهتر شده، حالا تا یه مقطعی بهتر شده. ولی من همیشه به اینجور دوستان توصیه میکنم، میگم که به خودتون زمان بدین. اون فقط تنهایی نیستش که باعث فشار یا سکون شما میشه. خیلی چیزا، این که من رفتم در یه جایی که آب و هواش با جایی که زندگی میکردم فرق میکنه، به اونجا آشنایی ندارم، به زبانشون شاید خیلی تسلطی نداشته باشم، برای من کل فضای ناشناخته ایه. اما اگر قصد مهاجرت دارن دوستان، میتونن قبلش باز هم یه مهارت‌هایی رو آموزش ببینن یا با تراپیستشون صحبت بکنن که آمادهشون بکنه با همین تکنیک هایی که گفتم، که اون تنهایی اذیتشون نکنه و آزارشون نده. و در مهاجرت باید به خودشون زمان بدن، چون فقط تنهایی نیست، خیلی فاکتورهای دیگه ای هست که برای من ناشناخته است. و قطعا اگر من به خاطر تنهایی، صرفا به خاطر یه مؤلفه وارد یه رابطه ای بشم، اونجا دست به انتخاب دوستی بزنم، حتی درصد این که اشتباه بکنم خیلی میره بالا. اول من باید به فضا تسلط پیدا کنم و بعد دست به انتخاب بزنم، که به نظرم میطلبه که حتی ما یه جلسه ای هم در مورد مهاجرت صحبت بکنیم. این مقوله ایه که به هر حال خیلی همون دست به گریبانش هستیم، ولی اگر کسی این مهارت ها رو بلد باشه قطعا روش فشار کمتری میاد. یه چیز دیگه هم که هست، من دوست دارم اینم یه اشاره کوتاهی بهش بکنم، استفاده زیاد از سوشال میدیا باعث احساس تنهایی در ما میشه، به خاطر اینکه ما به جای اینکه روابط کلامی و اجتماعی و معاشرتی داشته باشیم، دائم در صفحات مجازی در حال گشت و گذار هستیم و ساعتهای زیادی رو ما ساکتیم و فقط داریم اون اطلاعات رو میبینیم. خیلی وقتها چیزهایی میبینیم که زندگی خودمون رو با اونها مقایسه میکنیم. این خودش باعث میشه در واقع انزوای فردی و روحی به سر ببریم، که مثلا نگاه کن فلانی مسافرت میره، من الان 5 سال مسافرت نرفتم، و این احساسات آزاردهنده‌ای که خودمونم متوجهش نیستیم خیلی وقتا و داریم دریافتش میکنیم. مثلا حالا فقط مقایسه نیست، خیلی وقتا اخبارهای خیلی منفی و بد رو روزانه میبینی، فرد مثلا 5 ساعت داره خبر میخونه و تو خبرهای بدی که داره میاد در اون خبرها غرق میشه. اینها همه در ما یک احساسات ناخوشایندی رو ایجاد میکنه که خودش اون حس و حال برای معاشرت کردن، برای اینکه ما در فضای اجتماعی حقیقی قرار بگیریم ضعیف میکنه. ما الان حتی خشممون رو، ناراحتیمون رو شما ببینید، مثلا میبینید تو یه پستی گذاشتن، کامنت ها رو بعضی وقتا کامنتاش از خود پست جالب تره، میبینید آدما رفتن اون زیر فقط دارن پرت و پلا میگن، دارن اون خشمشون نسبت به خودشون، زندگیشون، شرایطشون اونجا خالی میکنن. و انگار که برای من روانشناس همیشه اینه که اینا هیچ فضایی، چقدر تنها، هیچ فضایی ندارن برای اینکه توی اون فضا از احساسات و احوالاتشون بگن. پس یه توصیه خوبی دیگه هم که میتونیم برای دوستان داشته باشیم، استفاده از سوشال مدیا رو سعی کنن که خیلی خیلی کمترش بکنن. حالا خب اینجا یه بحث دیگه به وجود میاد برای نسل جدید، مثلا جنزی و حتی بعد از اونها شاید میشه گفت، این سوشال میدیا یه نوع خودش شبکه مثلا دوستاست و یک نوع کامیونیکیت کردن، یه نوع راهیه که تنها نباشن و اینکه این استایل معاشرت عوض شده واسه اونا احساس میکنم و شاید نشه برای اونها گفتش که این چیز منفیه.
چون اونا در هر صورت دارن با دوستاشون صحبت میکنن و حس تنهایی رو شاید دیگه نداشته باشن، چون میتونن کسی که در کنارشون نیست خیلی راحت باهاشون ارتباط برقرار کنن، اون حسی که دارن و بگن بهشون که حتی اون حس رو نتونن به پدر مادر خودشون بگن یا به دوستی که کنارشون نشسته بگن. واسه همین احساس میکنم بستگی به اون نسل هم داره. خیلی باهات موافقم. برای نسل جدید این مسئله شاید خیلی راحت تر باشه دیل کردن باش، ولی متاسفم که اینم بگم که ما یه انزوایی رو و یک در واقع اخلالی رو توی روابط اجتماعی نسل جدید داریم میبینیم. یعنی اون فضای مجازی و اون دوستان مجازی که خیلی وقتا حقیقی هم، ولی ارتباط تو فضای مجازی در واقع ادامه پیدا میکنه. مثلا تو اسنپ چت حتی چت میتونن خودشون پیدا کنن کی کجاست الان، کی داره چی میخوره، کی داره چی کار میکنه و اونها هم یه نوع در واقع شبکه اجتماعیه. ولی اگر که حالا نسل ما به عنوان پدر و مادر یا حالا نسل شما که از نسل ما جوان‌تره، باید اینو بدونیم که این هم از اون طبیعت انسان به دوره. ما نیاز به ببینید، ما هر چقدر هم دوستای مجازی داشته باشیم، ما نیاز به لمس شدن، بغل کردن، کنار هم نشستن، با هم گفتگوی رو در رو داشتن رو باید داشته باشیم و نمیتونیم اینها رو از طبیعت انسان ها حذف بکنیم. و من فکر می‌کنم یکی از چالش های ما با نسل جدید در آینده این خواهد بود که شاید براشون گفتگو در یک دنیای مجازی خیلی راحت تر باشه از گفتگو در یک دنیای حقیقی. همین الان هم میبینی که به راحتی چت میکنن، هر احساسی دارن رو میگن، در حالی که ما به عنوان یه مهارت اینو آموزش میدادیم که اگه میخوای یه چیزی بگی برو مثلا چشمای بابات نگاه کن، این حرفو بزن، این کارو بکن به دوستت. و باز اینجا هم یه عدم تعادل داریم. بنابراین من نمیتونم اینو مثبت ارزیابیش بکنم و فکر میکنم که کار ما روانشناسا، جامعه شناسا و متخصصین اینه که در این زمینه هم یه در واقع تعادلی برقرار بکنن. مثلا یه کاری که توی ژاپن میکنن این که یه روزایی رو اصلا بچه‌ها نمیتونن از فضای مجازی استفاده بکنن. روز خانواده است، بعد در کنار خانواده و دوستاشون به صورت مثلا رو در رو باشن، موبایل نمیتونن استفاده بکنن و این خیلی جالبه. اینطوری هم اون مهارتی که اومده توی این نسل وجود داره و عنوان یک مهارت در واقع داریم ازش یاد میکنیم، در کنار اون مهارتی که با طبیعت ما هماهنگی قرار میگیره و اینطوری میشه به اون تعادل رسید. و مطمئن باش که روی این مسئله هم کار میکنن. حالا بعدا در میاد که نسل جدید چجوری اون وقت میخواد عمل کنه وقتی فقط بلده در فضای مجازی ارتباطاتش رو برقرار بکنه. حالا یه بحث مهمترم شاید به وجود بیاد توی چند سال آینده که هم شاید خوبی‌های خودش داشته باشه هم بدی‌های خودش، و دوباره این موضوع تنهایی و هوش مصنوعی. بله. که الان خیلی‌ها انقدر که شاید حس تنهایی رو داشته باشن با هوش مصنوعی رفیق میشن. شما الان میتونین بریم با چت جی پی تی مثلا صحبت کنین، دوستتون باشه، قشنگ میتونین یه کانورسیشن خیلی خوبی رو باهاش داشته باشین. و این قضیه از یه جهت خوبه، شما وقتی تنها هستین میتونین یه دوست خوب داشته باشین، ولی تا چه حد واقعی باشه. من در مورد این پادکست رفتم با خود چت جی پی تی صحبت کردم، گفتم نظر تو چیه در مورد تنهایی و هوش مصنوعی؟ آیا میتونه هوش مصنوعی جایگزین آدم باشه؟ و حرف قشنگی هم زد، گفتش که هر چقدر جوابهایی که هوش مصنوعی بده خوب باشه، دقیق باشه، یه حالت میمیکه این قضیه و اون هیچ وقت اون حس امپاتی رو، یعنی اون حس شما رو کامل درک نمیکنه، ولی میره نگاه میکنه ببینه قشنگترین چیزی که میشون به شما جواب بده تو اون لحظه چیه، اون جواب به شما میده. ولی حالا نمیدونم آیا واقعا نیاز داره که اون درک کنه ما چی میگیم؟ همون که جواب قشنگو که درسته تو اون لحظه ما بده کافی نیست؟ نه، متاسفانه کافی نیست. برای اینکه ما نیازهای عاطفی،
احساس دوست داشته شدن، احساس تعلق، احساس همدلی، اینا احساساتی هستن که هرگز ربات ها به ما نخواهند داد و جواب میگیریم. خیلی وقتا تنهایی افرادم قطعا که در آینده من فکر میکنم حتی به سالمندانی که در خونه تنها هستن بتونه خیلی کمک کنه، حرف بزن، دارن روی مسائل کار میکنن. ولی باز هم مثلا میگه که برو یه حیوان خانگی بیار، با یک سگی، با یک گربه‌ای. چرا؟ به خاطر اینکه تو احتیاج داری که عشق بورزی و بهت عشق ورزیده بشه. اون قسمت طبیعت انسانه که متاسفانه ما داریم برخلافش عمل میکنیم و جلو میریم. شما اگر بهترین و حاضرترین دکترم اگر خدای نکرده بیمار باشی و بری و دکترت باهات هیچ همدلی نکنه، نسبت به دردت هیچ ریاکشنی نشون نده و درست‌ترین نسخه رو براتون بنویسه، درست‌ترین پیشنهاد رو بهتون بکنه، برای شما یه چیزی باز کمه. تا وقتی که دکتری میری با شما همدلی میکنه، من میفهمم چه درد سنگینیه، با تو حرف میزنه، با تو تماس چشمی برقرار میکنه، این در روند درمان تو تاثیر داره. بنابراین مثل اینه که ما در آینده، حالا پیش بینی منه، ما غذا رو میخوریم ولی دیگه طعم و مزه ای رو ازش نمیشه توقع داشت، ما فقط میخوریم که سیر بشیم. و الان یکی از ترس هایی که باهاش مواجه هستن توی این بحث هوش مصنوعی هم در واقع همینه. از بحثمون دور نشیم، همه چی از نظر من میتونه سایت های مثبت داشته باشه و سایت های منفی داشته باشه، بسته به اون آگاهیه که ما داریم و استفاده که ما از این ابزار میکنیم. ولی انسان روح و جسمه. هنوز هوش مصنوعی برای روح انسان نتونسته خیلی نسخه منحصر به فردی رو داشته باشه. ما خودمون به خودمون میتونیم، خودمون به عنوان انسان، نسل بشر، خودمون میتونیم زخمای همدیگر رو ترمیم بکنیم. وگرنه اگر که این ترس ها وجود نداشت، همین الان خب پیشرفت در این زمینه خیلی میتونست با سرعت بیشتری باشه. کلا ما بحث تنهایی و فضای مجازی رو داریم، تنهایی و مهاجرت رو داریم، احساس تنهایی و مهارت‌های اجتماعی رو داریم. خیلی وقت ما مهارت‌های اجتماعی قوی نداریم، در جمع نمیتونیم صحبت بکنیم، خیلی وقتا فضایی وجود نداره که آدما ما رو بفهمن، اون درک شدن و همدلی و احساس تنهایی رو داریم. بنابراین این یک قسمتیه که اگه من و شما بخوایم ادامه بدیم صحبتمون رو، شاید تا چندین ساعت بتونیم ادامهش بدیم. فقط برای اینکه تا اینجا بتونیم بحث رو یه جمع جوریش بکنیم، جایی که احساس میکنید، احساس تنهایی میکنید، نه انتخاب میکنید تنهایی رو، جایی که احساس نیاز میکنید که باید دیگری حتما در کنار شما باشه که شما حس بهتری داشته باشید، نه اشتیاق، نیاز. و جایی که کلمه ترس پشت تنهایی قرار میگیره، جایی که شما احتیاج دارید که حتما با تنهاییتون آشتی کنید، روبرو بشید، براش برنامه‌ریزی داشته باشید و اگر تنها زندگی کردن رو بتونیم تجربه بکنیم، دیگه با همه افراد احتمال زیاد میتونیم ارتباط رو بلد باشیم با تنهاییمون چیکار کنیم، ارتباط برقرار کردن با دیگران برامون ساده تر میشه. خیلی هم عالی، دستتون درد نکنه بابت نکته‌های خوبتون و دیگه باید مرسی سعی کنیم هستیم. تعادل رو برقرار کنیم، نه فقط توی تنهایی و تو کل زندگیمون. توی هر بحثی ما 2 کلمه جادویی داریم که من همیشه اینو خودم استفاده میکنم. یکی کلمه پذیرشه، چیزهایی که در زندگیمون نمیتونیم تغییرش بدیم و بپذیریم و براش انرژی نذاریم. یکی کلمه تعادله. همیشه باید یاد بگیریم که در هر چیزی تعادل داشته باشیم، حتی در کتاب خوندن، حتی در ورزش کردن، در خوردن، در ارتباط. وقتی تعادل باشه شما درست دارین حرکت میکنین. میلاد خیلی لذت بردم، خیلی گفتگوی خوبی بود. ایشالا با موضوعات جالب و بحث برانگیز دیگه دوباره کنار دوستان باشیم. خواهشم میکنم که حتما برای ما نظراتشون رو بگم، با ما در ارتباط باشن. ما هر دومونم هدفمون این بوده که قرار نبوده یه چیز خیلی پرفکت و کامل رو در واقع ارائه بدیم، بیشتر گفتگوهای خودمونیه که شاید
افراد گوش بکنن و بتونن حتی یه پوینت مثبت ازش بگیرن برای ما کافیه. سعی میکنیم در بهتر شدنش ولی ادعایی نداریم. اگر ما رو ساپورت کنن، حمایت کنن و کامنت بر ما بذارن، نظراتشون به ما بگن، قطعا ما در جهت ارتقاء کارمون ازش استفاده خواهیم کرد. مرسی که با ما همراه بودین و اگر کامنت بذارین و حتی اگه دوست داشتین شیر کنین که شما تنهاییتون رو چجوری باش کنار میایین و چی کار میکنین، خوشحال میشیم ببینیم نظرات شما چیه و از چه روش‌هایی استفاده میکنین. مرسی، تا قسمت بعدی.